بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران خواهش کردن که در موضوع پشتخوری اویله‌های جوان که متاسفانه تا یک اندازه در حدود جمهوری ما وجود دارد صحبت داشته باشیم تا اینکه یک راهنمایی برای اویله‌های جوان شاید ذره هم باشد کمک شود برای اویله‌های جوان تا اینکه از همدیگر پشت نخورند. چرا اویله‌های جوان پشت میخورند؟ به خاطری که یک مثال عادی من مثال بیارم، چطوری که میگن مثال مسئله رو روشن میکند. من اگر یا که هر انسانی اگر بپرسد که از همین جا تو کتابخانه ملی چند کیلومتر است؟ سوال. حالا جواب دهنده خب جواب دهنده رو بشناسد خود نشناسد. حالا بگید که از اینجا تا کتابخانه ملی 300 متر. این سوال دهنده 300 متر رو آزاد می رود، چرا که در تصوراتش 300 متر است یا نیم کیلومتر است. حالا می رود نیم کیلومتر که کتابخانه ملی رو درکش نیست. شروع میکند با اون آدمی که 300 متر یا نیم کیلومتر گفتگی بود فکری اون رو میکند که چرا دروغ گفت. میرود 100 متر دیگه، بعد میگه بود دشنام دادن اون آدم رو میگیرد که فلان 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 چرا به من دروغ گفت. حالا گفته او این مسافه رو نزدیک یا دور میکند؟ نه. چرا 500 متر یا نیم کیلومتر اون آزاد رفت؟ گفته او این انسان در یادش نبود که نیم کیلومتر، 600 متر، 700 متر، 800 متر، قریب 1 کیلومتر علاقه دشنام دادن اون انسان شروع میکند. 1 کیلومتر هیچ نیست که برسد به کتابخانه ملی. 1.5 کیلومتر، 1 کیلومتر، حال 1.5 کیلومتر میبیند که کتابخانه ملی است. 500 یا نیم کیلومتر آزاد میرود، 1 کیلومتر دشنام داده میرود. چرا؟ به خاطری که تصوراتش با واقعیت موافق نیامد. وقتی که تصوراتی که دارد هر جوان، چی پسر چی دختر، چی شهر چی عروس، حالا شاید تصورات دارد که زن بگیرم تمام دیگه همه عیش و عشرت و کیف و صفا. پیش از اون که زن بگیری همه زندگیت عیش و عشرت و کیف و صفا بود. یا عروس که شوهر کنم همه خواهشانم چیزی که آرزو دارم باید عملی شود. و همون پدری 56 ساله همه اون امید آرزوی تو رو عملی کردن نتوانیست. این جوانی 20-25 ساله از کجا این آرزوهای تو رو در حال عملی کرده تواند؟ یا در 1 سال یا در 5 سال. حتی جرأتی گفتن به اون پدرش نداشت این آرزوهایش رو. پس از این شوهر 25 سالش میخواهد که همه چیزی که آرزو دارد در خیالی که در گوشه خیالش نبود اون چیزها رو آرزو میکند که باید شوهرش باید که برآورده بگردونه. چنین نیست. خواهری عزیز، جوانی عزیز، زندگی نیست. زندگی خوشی ها دارد، زندگی مشکلی ها دارد. قبلا در ذهنت بگیر که من زن میگیرم خوشی ها دارد مشکلی ها دارد. به خاطری که این حیات شریکی است. قبل از این که حیات شریکی شروع میکردی حیات علایدگی برایت خیلی آسان و سبک بود. ولی حیات شریکی مشکلی ها و دشواری ها دارد. با در نظر داشت این مشکلی هایش باید بگی که در نعمت و خوشی هایش الحمدلله خدا را شکر باید مغرور نشوی و در مشکلی ها و سختی هایش باید مایوس نشوی. باید بگی که الحمدلله اونجا آسودگی ها خوشی هایش الحمدلله گفتم، شکر گفتم، اجر گرفتم. ولی این وزنی هایش صبر میکنم تا اینکه اجر بگیرم. وقتی که جوان فکر میکند که حالا دیگه زندگی همه سر تا سر خوشی هست، چنین نیست. من یک مثال میارم مسئله روشن شود. یک روزی کتیب مسئول اومدن گفتن که یک زنی فوق العاده صاحب جمال هست، سوالی دارد. من گفتم با هم بدرید، تنها ندارید. و با کتیب مسئول داخل شدم. کتیب مسئول طرف اون طرف نشست. من گفتم گوش میکنم خواهری عزیز، چی مسئله است، چی سوال دارید؟ گفت که من زن فلانی هستم.
فلانی رو من میشناسم، یکی از دوستا هست. من گفتم باشد، فلانی شوهر شما رو من میشناسم، صاحب کار است، انسان خوبی هست، چی مشکلی دارید؟ گو همین که شما تعریفش میکنید چندین وعده‌ای که کرد با یگون وعدهش وفا نکرد، وعده خلاف است. من گفتم خواهر عزیز، قبل از اون که شوهر کنید هر چی که شما میخواستید پدر شما انجام میدادن، اجرا میکردن. این یکم سوال. دویم سوال، در خانه شما مشکلی و دشواری ها نبود؟ از یک خانه بی مشکلی جنت بگیم، ولی که این دنیا بی مشکلی نیست، جایی رو مشکلی نیست، اونجا رو میگوین چیز جنت. از چنین خانه اومدی؟ نه خب دیگه همه خواهشام پدرم اجرا نمیکرد، بعضیش اجرا میشد، بعضی اجرا نمیشد. خب یا که اکثریتش اجرا نمیشد. خب در خانه ینگه ها داریم، مشکلی ها داریم، خب دیگر پست و بلندی ها در خانه هست. خب دیگر ولی که این مرد رو که گرفتی شوهر کردی، بعد دیگه تمام باید که دنیا همه تغییری بیابد، این دنیا برایت به مشکلی شود، این زندگیت به مشکلی شد. در کجا هست این زندگی که به مشکلی باشد؟ نه مفتی زندگی به مشکلی دارد، نه وزیر دارد، نه اعضای حکومت دارد، نه دهقان دارد، نه صاحب کار. هیچ کس در این دنیا به مشکلی زندگی به مشکلی ندارد. مهم و اساس مسلمان در نعمتش شکر میکنه، در چیز وزینیش صبر. در روشی صحبت بود که این شوهر سوم آمد. شوهر اول چی گفت؟ صاحب جمال ماشاءالله که من نالایق، یعنی تو حیف شده اید، طلاقت داد. گفت تحقیر نکنید. من گفتم تحقیر نه، واقعیت میگویم. چی شد؟ چرا شوهر اول طلاقت داد؟ خب گفت مشکلی از او هم بود، از من هم بود. خب شوهر دوم چرا طلاقت داد؟ خب اونم بعضی مشکل. حالا این یعنی میخوایی که این شوهر سوم به مشکلی هر چی که خواستی همون رو کند؟ هیچ کس نمیتواند. من گفتم یک چیز میگم خواهر عزیز، فلانی اگر شوهری به کمبودی میخواهی در جنت است. در این دنیا شوهری به کمبودی نیست. اگر 10 شوهر هم کنید، ولی این خواهشی که شما دارید که تمام وعده ها و تمام خواهشات و آرزوها که من عملی شود نمیشود، تمام اون شوهری به کمبودی در اون جنت است. اینجا یعنی با همون کمبودی هایش، با همین آسودگی هایش، با همش قبول دارم زندگیت پیش می رود، در تربیت فرزندان کامیاب و موفق می شوید. جوانان عزیز، پروردگار زن رو برای مرد خانه و مرد رو برای زن خانه گفتگی است. وقتی که انسان خانه رو خرید مبادا اون خانه جایش چکید یا ریخت یا که دیگر به خاطر این کمبودی های جزئی خانه رو میفروشن یا تعمیر میکنن نمیفروشن. اون خانه رو نگاه بین میکنن، تازه نگه میدارن، تورتنک و گرد و خاک و چنگ و دیگر رو میگیرن. خانه رو آسوده و آزاده و تا پاکیزه نگه میدارن. مبادا جایش خراب شد، جایش ریخت، اون رو برقرار میکنن. هیچ وقت خانه رو با این نمیفروشن، با کمبودی های جزئی خانه رو نمیفروشن. اگر چنین کنن تا آخر عمر یگون خانه یا زندگی پیدا کرده نمیتواند اون انسان. خانه که جایش خراب شد اونجا رو تعمیر میکنی. تمام. در زندگی مشکلی آمد، با مصلحت مشورت نشستن، یعنی این مشکلی رو پسی سر میکنید. این است راه حل مسئله. راه حل مسئله جدا شوی نیست. همونه که از این جدا میشود، از اون جدا میشود، از این دیگه جدا میشود، چند تا عوض میکنن. یا این زن رو طلاق میدید، اون زن رو طلاق میدید، که فکر میکند که از این بهتر، از اون 100 برابر بدترش میآید، نیکترش نمیاد. خطیرت جمع کل امین بدتر میگوید. پروردگار برای همین میگوید که هر چی دادمت فعلا، هر چی که داری شکر اون رو بجا بیار. گاه میشود شوهر چندان موافق نیست، یا ظالم است، یا بدقهر است، یا جاهل است، یا دیگر است. از همون شوهر آسودگی نمیبینید، لیکن فرزندانی که از همون شوهر میشود بالای چشم دیدت رو میبردارن. از شوهر
آسودگی ندیدید از فرزندان، یعنی همون شوهر آسودگی و بخت و سعادتی رو میبینید که از هیچ کس نمیبینید. همین از دنیا. یا از اون زن آسودگی نمیبینید. پروردگار از همون زنی بد اخلاق بگیم یا بد رفتار بگیم یا بدگو بگیم یا دعواچی، و بعضی زنها زندگی خود و زندگی شوهرشون رو تلخ میکنن، خونهشون رو به همین گفتن بیهودهشون، یعنی سیاه و تلخ و به جهنم تبدیل میدهند. از انا همون زنی بعد پروردگار یک فرزندانی میدهد که در حیرت میمونی که از همین زن همین فرزندو و از همین شوهر همین فرزندو. همین خداوند عزوجل از یک جا میگیرد، از یک جا میدهد. اگر از همه طرف بدهدت، هم زن خوب باشد، هم فرزند خوب باشد، هم زندگیت خوب باشد، هم سلامتیت خوب باشد، مغرور میشوی، هم بدبخت دنیا و بدبخت آخرت میشه. پروردگار از جای میگیرد، از جای میدهد، یک جا میکشد، یک جا میدهد. به خاطر چی؟ خاطر که مغرور نشوی، به خاطر سختی ها رو بالایت میارد که اون راحت ها رو حس کنی. اگر شیرینی نباشد نمیشه تلخی رو حس نمیکردی، تند و تمچ و تیزی نمیبود لذت و حلاوت و شیرینی رو حس نمیکردید. این تندی و تیزی به خاطر است که این شیرینی و آسودگی رو حس کنید. نمیشد که مردم رو یک گوره پروردگار جنت خلق میکرد، همه در جنت میبود. اگر همه جنت میرفت، ولی اون جنت رو حلاوت و راحت و لذت جنت رو حس نمیکردن. این دنیا امتحان آورد، سختی، آسودگی، نیکی، خوشی، سختی، بدبختی، خوشبختی، سعادت، سلامتی، بیماری. بعد اون نعمت رو درک کنید که بساط در نعمت هستم. اونی که پایهای سالم دارد میگردد 60-70 سال، بعد که پا خسته شد بعد میگه این پا چقدر نعمتی بزرگ است ما حس نکردیم. کی حس میکند اون نعمتی اون پا رو؟ وقتی که درد کند. حیات پروردگار این دنیا، این زندگی، این حیات رو چنین آفریده است که حس کنی تلخی ها و وزنی ها و بیماری هاش تا اینکه به قدر سلامتیت برسی، مشکلی ها تا اینکه به قدر راحت برسی. و خانه این زن یعنی به مانند خانه است، شوهر خانه است. هر روز عوض کردن اون، فروختن، خرید و فروش کردن اون هیچ وقت به سعادت نمیرسوند. آزاده، آسوده، خوشرود، پاکیزه، تعمیر، ترمیم زندگی میرود پیش. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله عقدی نکاح، یک نام دیگری این هست عقدی گذشت. حتمی باید جوانا یا زن شوهر گذشت داشته باشند در مسئله جزئیه که البته خیانت گذشت ندارد. یعنی زن رو به خاطر یا شوهر رو به خاطر دو چیز می شود که جدا شود، یا که زن نتواند جدا شد یا مرد یعنی به خاطر دو چیز زن رو طلاق بدهد. یکی خیانت یعنی زنا به حرام برود، یا یکی دزدی که از مال شوهرش، از مال خانواده، از مال خودش، از مال فرزندانش، از رزق روزی فرزندانش میدزده. اون از اون زن هیچ بوی امید نیست. یکی زنی که به خانهش، به فرزندانش، به شوهرش خیانت میکند به حرام میرود، اون گذشت ندارد. دیگر همه مسئله های جزئی گذشت دارد. در اخیر من از دملو خطیبایی که نکاح میکنند درباره مسئولیت زن، مسئولیت شوهر، مسئولیت شه، مسئولیت عروس از نقطه نظر دین مبین اسلام، خوشی های زندگی، سختی های زندگی، مسئولیت شناسی، گذشت کردن همدیگر، پیش از نکاح نیت ها را نیک، قلب ها را صاف و پاک. در اسلام همه عبادت ها موقتی است. یگانه عبادتی که در اسلام هست که دائمی ابدی هست، یک عمره هست، این نکاح هست. نماز نیت دارد، سلام دارد، روزه نیت دارد، افطار دارد، حج نیت دارد، احرام برآمدن است. تمام. یگانه عبادتی که در اسلام هست یک عمره هست که سر تا سر، از اول تا آخرش اجر هست، پاداش هست، خیر هست، برکت هست، عزت هست، سعادت هست. انسانایی که خانه رو خوب با دست زندانشون، چی زن چی مرد، خانه و زندگیشون رو با دست زندانشون گرفتن، ببینید 80 ساله از بس خرسند، خوشنود، خوشحال و سالم زندگی دارد. اونایی که خانه رو خراب کردن، خانه رو یک متم خانه به یک جهنم تبدیل دادن،
40 ساله 50 ساله هست نیست 5 استندش میزنن در قلبش، برای که خونه آرام نیست. خانه آرام زندگی خوب، یک دیگر فهمی، سالمی هست، خوشبختی هست. حالا بس آیت و حدیث های زیادی وجود دارد، زیادی بعد فرو نرفتم تا اینکه طولانی بد نشود. یعنی میگن که برای انسانی به عقلش را بس است. من با همین اکتفا میکنم و تکرارا باز از دوملو خواهش میکنم که قبل از نکاح، وقتی که شما خو نکاح روبرو، خو نکاح با واسطه، با وکیل، هر دوش موافق شریعت درست است. یعنی باید که پند، اندرز، مسئولیت شوهر، مسئولیت مرد، مسئولیت زن، باید خونه رو چخیل نگه بدارن، باید نسبت مرد چی نیت داشته باشد، مرد نسبت زن چی مسئولیت نیتی داشته باشد. باید در این موضوع خیلی فهماندگی جدی پس نکاح کنید تا اینکه هم اجر و پاداش بگیرید، هم اون اویله سالم و کامیاب و موفق شد. از پروردگار بخت و سعادت و کامیابی و موفقیت دائمی رو برایتون تمنا میکنم. موفق و سالم و بردم و همیشه خوشبخت باشید و همیشه خیرخواه باشید. خوشبخت ترین زن و شوهر در زندگی، خیرخواه ترین زن و شوهر در زندگی هستند. هر چقدر که مرد نسبت زنش خیرخواه شد، هر چقدر که زن نسبت شوهرش خیرخواه شد، خونهشون به یک جنت و فرزندان صالح و نیک و در زندگی کامیاب و موفق و خوشبخت‌ترین و سعادتمندترین زن و شوهر زندگی میکنن. این آرزو رو برای همه شما از پروردگار با دعا تمنا میکنم. موفق و سربلند باشید.